امروز قرار پارت دوم یهان در برابر زامبیا رو داشته باشیم. من المیای الکسرم و خوش اومدید به ویدیو خودتون. ممنون میشم تا آخر ویدیو منو همراهی کنید. بدون معطلی لیت گو. خوش اومدید به ویدیو خودتون. قرار بریم داخل یه مپ جدید. و این مپ اولیمون که روز بود، حالا قرار بریم داخل مپ شب و زامبیای جدید و گیاهان جدید. از تا آخر ویدیو همراه ما باشید. خب بلپ 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 بلپ. خب روزنامه دستشه. الان فعلا گیاهای خودمون هم میتونیم بچینیم، منتها مرحله که مرحله میره جلو دیگه به کارمون نمیاد، چون گیاهای خودش باید تو شب باشه و قاعدتا خیلی بهتره. 25 آفتاب گردون هم خب به کارمون نمیاد. میاد چرا؟ آفتاب گردون اتفاقا به کارمون میاد. دیگه چی؟ داخل این قبرها میان، خیلی باحاله، چون آفتاب گردونه دیر به دیر آفتاب میده. هم یه خورده سخته، مجبوریم اینا رو بکاریم. بذار سرعت رو ببریم بالا. تونتون آفتاب بده. اشتباه شد. خسته نباشی. اینو مجبوریم بذاریم جلوش که بخوره. دوتایی بزنید که زودتر بیفته. عالیه. حالا یه خورده سرعتش رو میبریم بالا که باید نزدیک شه که بتونه بزنه. در این حد بهت بگم. ببینید از اون فاصله نمیتونه بزنه. آفتاب تکار. آفتاب گردون. حالا وسطشون رو از این یکی گیاه میکنیم. گیاه خودشو داره. حالا بذار بریم مرحله جلوتر. حالا مرحله یکیشیم برسیم که مرحله بعدی خیلی بهتر میشه. بذار یه خورده سرعتش زیاد کنیم، نه خیلی زیاد. روزنامه‌اش که میکنه تونتون را میفته جلو. ببین ولی زورش نمیرسه. کنم این مرحله تموم شه بریم مرحله بعدی یه گیاه جدید بده. حالا ببینیم چه میشه. خب الان چند تایی حمله میکنم. بذار ببینیم از قبران میان بیرون. فکر کنم بیان. دیدید؟ از قبران اومدم بالا. من بیکاریم اینجا فعلا. تموم. بریم برای مرحله 2. آها گیاه خودش اینه. این آفتاب میده. دیگه نیاز نداریم با آفتاب گیاه. البته اگه درست گفته باشم. بریم برای مرحله 2. 3753 که همون زامبی ها اومدن. آره اینه. خب اینم میکاریم. حالا این آفتاب گردون هم میبریم. حالا دیگه شاید اشتباه گفته باشم، ولی باید همین باشه قاعدتا. هی گنده ترم فکر کنم شه. آره همینه. بزرگتر که میشه. حالا بذار ببینیم بزرگ میشه هستن. اشتباه نگفته باشیم. 15 تا میده. 15 تا آفتاب میده. اون 25 تا میده. ولی اینا بزرگ میشه.
یه خورده سرعت بازی رو میبریم بالا. بیایید جلو زامبی ها دیگه. الان خیلی سرعتش رفت بالا. الان معلوم میشه بزرگ میشه یا نه دیگه. آره بزرگ شد. الان 55 تا 25 تا میره. درسته. دونه بدونه بزرگ میشه. سرعت کار رو بردیم بالا. بیاید ببینم. زورتون نمیرسه هر کاری کنید ما برترین. بیاید نزدیک. سکه. حالا از این سطلی هم اومده یه خورده کار سخت‌تر میکنه. اشتباه کشتم. حالا عیب نداره. بذار ردیفه. بیاید جلو ببینم. کارتون تمومه. سرعتش حس میکنم خیلی زیادیه. دوتا میکنیم حالا از اینایی که میخورن. آخ رسیدیم به از اینا که چند تاشون حمله میکنن همزمان. بیاید جلو. ببین همه رو خوردن کثافت. آها دوباره یه گیاه جدید دارم. یه این 100 تاییه رو نمیخوایم بیاریم. بذار اونم میاریم فرقی نمیکنه. رفتیم مرحله 3. در دستشی؟ آره زامبی های جدید داره میاد. خب 100 تا آفتاب گردونه دیگه نمیخوایم. اینو دیگه چی؟ اینم از کنه. فعلا با همینو بریم. مرحله 3. سرعتشو زیاد کنیم. 2. آره مرحله 3. بیاید جلو. این فکر کنم باید بیاد اینجا. آره آها این خوبه. این تون میزنه. این عالیه. یا جلو ببینم. زورشون نمیرسه. زورشون میرسه. فکر نکنم زورتون برسه. اینی که درداره یه خورده سخته. حالا اینو میکاریم اینجا. آها نه زدش ردیفه. از این کوچیکا نمیخواستیم بکاریم اینجا. 2 تا ردیف از اینا میکاریم. بذار سرعتمون رو بردیم بالا. یه مرحله حمله میکنه. بیایید جلو ببینم.
زورشون نمیرسه. نمیرسه. همشون رو میزنیم. میریم برای مرحله 4. اینا فکر کنم قبرها رو میخورن. چه باحال. بذار بریم. گیاه جدید گرفتیم. دونه بدونه که گیاه جدید میده دیگه. گیاهایی که تو روز استفاده کردیم به کارمون نمیاد. این قبره رو داد به ما. قبر خوره. قبرها رو میخوره. یه کم کم گیاهای قبلیمون هم به کارمون نمیاد دیگه. خلاصه فعلا این 3 تا باشه. اینم به کارمون نمیاد. اینو میذاریم. قبرها رو که بخوره دیگه حمله نمیکنن از روی قبرها. بیایید جلو ببینم. بیایید جلو. اینا مفتکی رایگانه. خیلی هم خوبه. الان نمیخوای اینو تست کنی. حالا تستش میکنی. 2 تا مرحله حمله میکنن این دفعه. بذار این بزرگ شد. ببین الان برای مثال این قبره میذاریمش. قبره رو میخوره. خیلی هم راحت. یا جلو ببینم. جلو ببینم چند مرده الوجی. همه تونو میکشیم. ایزی و راحت تا اینجا پیش اومدیم. مرحله پرچم دومه که از داخل قبرها میان بیرون. بذار قبرها بدیم بخوره. این سکه حالا جلوتر بهش بر میکنیم که کجا به کارمون میاد. سرعت زیاد شده. آفتاب گردونایی بعضیش از دستمون در میره که برداریم. نه این نمیتونیم کاری کنیم فعلا. این قبرم بخور. خب تمومه. یه تیکه کاری نداریم. نه پردن سرویس. سرعتشون بیاد پایین تر. زیاد شدن ها. تموم شد. بریم برای مرحله 5. خب بذار ببینم کتابه چی میگه. بریم لول بعدی. فعلا اومدیم لول 5. آها این با این چکشو باید بزنیم رو زامبیا. سرعتشو زیاد کنیم. بعضیاش فکر کنم گیاه بده. آره آفتاب میده. بعضیاش از دستمون در میره. خیلی سرعتش زیاد کردیم. قبرها رو بخور. ده. پر خر خوردش. کثافت. همه تون رو میزنیم.
زورتون نمیرسه. زورتون میرسه حمله کنی؟ آفتاب چرا نمیدی؟ آها این دیگه کاری نداره، اینا روشون رد میشن. این مرحله هم راحت رد میشن. گیاه جدیده. این چی کار میکنه؟ بذار بریم مرحله بعدی. میفهمیم اومدیم مرحله 6. زامبی جدید. این دوتا رو با خودمون میبریم. هی دیگه به کارمون نمیان دیگه. سرعت رو ببر بالا. خب فعلا که خوبه. حالا آفتاب گردانمون بزرگ شن. آفتاب گردان چیه؟ قارچ های آفتاب. نه یه اسم ما نظر به فرد بذاریم براش. بزرگ شدن، دونه بدونه بزرگ میشن. فکر کنم 2 ردیف از این قارچا بکنیم برای مرحله های بعدی بهتر باشه. فکر کنم برمیگرده زامبی خودش رو میخوره. وایسا. آره فهمیدم چی شد. نخور بابا نخور. اون 20 ساب داره. بذار رسیدیم به این مرحله که همشون چند تایی همزمان حمله میکنه. تو برو پی بازی. چند تا؟ چند نفر به یه نفر؟ اینم که این قارچه رو بخوره حرکت میکنه. قارچه جدید. بریم برای مرحله 7. مرحله 7 این دیاره. آره بیایید جلو ببینم. میخوام 2 ردیف کنم اینجوری. بعضی از این آفتابا از دستمون در میره. قبر خوره کوشش اینا. قبرها رو میخوره. بذار سرعت اینو بیارم پایین. کارمونو داره خراب میکنه. بفهمم دارم چی کار میکنه. اینا بکنیم پشت این. اینا بکنیم جلو این.
اینم قبرا رو میکنه. حالا سرعتش رو زیاد میکنیم. زورش نمیرسه، میرسه، فکر نکنم زورش برسه. خوبه. 780 تا آفتاب داریم اینجا. بیامون دونتون در نمیاد. هزار تا هم میشه، نمیشه؟ این 1000 تا قبر خورم بکاریم که قبرها رو بخورم. اشتباه کشتم. رسیدیم به پرچم دوم. این قبره هم بخوره که دیگه کارمون تموم شه. بیاید جلو. بخور اینو میدیم زامبی بعدیه رو بخوره. گیاه جدید. خب خوبه، رفتیم مرحله 8. زامبی جدید هم داریم. گیاه مربوط به خودشو برداریم. اون یه ردیف کاریم افتاد. آرچه ساده و شیک. بذار ببینیم زامبی کجا میاد. بیاید بیرون. اینا چون از فاصله دور میزنن این ته باید بکاریمشون. بعد زامبی ها که نزدیکشون میشن میرن پایین. سرعتش هم بیشتر میکنیم. زامبیه که باحاله. 4 تا زامبی از کنارش میان بیرون. کارمون رو سخت میکنه اگه 2 تا نفر بیان. خب فعلا خوبه. اینا باید کاریم اینجا. آها ردیفه. قارچ جدید داد. منم مرحله 9. اوکیه. همه این قارچا رو میتونیم برداریم. خب اینو با سرعت عادی پیش میبریم. بیاید جلو.
اینا هم این تهه میکاریم راحت تر کنه کارمونو. بیا بیا بیا. یه جلو. باید دو ردیف از اینا میکنیم. قبره رو بخوره. ما میکاریم اینجا به این شکل. دیگه چی کار میتونیم کنیم؟ کاریم اینجا. رسیدیم به اولین پرچم دیگه، نزدیکیم. آروم و آهسته دونه بدونه قبرها رو بخوریم. بیایید ببینم. اینا مفتکیه، اینا رو بکنیم این جلوه. خوردن. نه این نه. بیاید جلو. من 1000 تا پول داشتیم. پولمون کجا رفت رسید؟ فعلا کاری نداریم. این سنگ قبرها بخوریم. بدونه بیداریم میایم جلو. یه دونه رو میخوره نمیخوره؟ میخوره. یکی جدید میکاریم جاش. نه اکته. شاید بتونیم این یکی قبر هم بخوریم. دیگه رسیدیم به پرچم دوم. الان همشون حمله میکنم با هم دیگه. خب شروع شد. یک جلو. یه قارچه رو نگر داریم ببینیم از کجا تون حمله میکنن. زامبی هم دیگر رو میخورن. نمیکاریم اینجا همشون یخ بزنن. مرحله 9 هم تمومه. رسیدیم به مرحله 10. هلو
الان ترکیبی همه زامبی ها با هم دیگه حمله میکنن. خب شروع شد. اینم این مرحله قبله. نه این باید بکنیم. این فرق میکنه دیگه. قبران بخورن. بیا جلو. چقدر قویه. ولی همین جلو ها میتونیم بکنیم چون اینجا دیگه گیاه نمیشه کاشت. بیا جلو ببینم. زورشون نمیرسه. این تونتون که میده کارم رو راحت میکنه. آروم آروم جاش از بین میره. ببینم چند مرده علاجه. زامبی ها که دورشون نمیرسه. لنزرویز رو نگاه. خب عالیه رسیدیم دیگه. نزدیکا اول نزدیکا پرچم اولیه. اینا هم بخورید سر راه. حالا بذار بکاریم اینجا عیب که نداره. خب فعلا که خوبه. خوبه بخورید. یه دونه از اینا میزنیم. یکی دیگه ردیفه. زامبی های پشت سر تو بکن. بهتره که همشون میترکن. یه دونه هم میکاریم اینجا. خب خیلی هم خوبه. یکی دیگه. بمب چه کارمون رو راحت کرده. یکی دیگه هم میکاریم اینجا. تموم. همشون رفتن رو هوا. یا جلو ببینم. کارشون تمومه. اگه من میذارم تو بیای جلو. زورت نمیرسه. زورت میرسه.
یه هر جا بتونم میکارم. رسیدیم به پرچم دومی. اینو بر میداریم. میخواه از این دم اینجا تمومه. چیه؟ چه جالب. مرحله بعدیمون داخل دریاه. تا ویدیو بعدی گود بای.